خب دوستان عزیز، یک زمانی است که آیکن پی سی از روی صفحه دسکتاپ ما پنهان شده، مخفی شده و یا هاک شده، یا به طور مثال ما این خود آیکن پی سی را روی کامپیوتر نداریم. پس در این مورد چیکار کنیم؟ خب بیاین روی خود صفحه دسکتاپ راست کلیک، بعدش روی آخرین گزینه پرسونالایز کلیک کنین. بعدش یک صفحه جدید برای ما باز میشه با فرمتی که میبینین. بعدش بیاین روی تیمز کلیک بکنین. بعدش در مون صفحه قسمت راست طرف بالا روی دسکتاپ آیکن سیتینگز در اینجا کلیک بکنین. بعدش ببینید یک پنجره خیلی کوچیک باز میشه که اینجا آمده دسکتاپ آیکنز، یعنی دسکتاپ های چیه؟ دسکتاپ های آپشن های را که شما در اصل تیک مارک میزنین، یعنی به این معنی است که روی صفحه دسکتاپ نشان داده شده و آپشن های را که شما از اینجا تیک مارک نمیزنین یا تیک مارکش برمی‌دارین، به این معنی است که روی صفحه دسکتاپ نمایش داده نشده. به طور مثال ببینید ما یک دفعه کلی از اینا را تیک مارکاش برمی‌داریم، به این معنی که هیچ کدام از اینا روی صفحه دسکتاپ نمایش داده نشده. اوکی، بعدش هم دوباره بازگشت میکنیم. ببینید صفحه چی آیکن پی سی، ریسایکل بین، نتورک همگیش از روی صفحه دسکتاپ حذف شد. اگر با چنین مشکل برخوردین نگران نباشین، در روی صفحه دسکتاپ راست کلیک، پرسونالایز، روی آپشن تیمز، بعدش دسکتاپ آیکن سیتینگ قسمت راست در طرف بالا کلیک بکنین و از اینجا هر آیکن را که خواستین، هر آپشن را که خواستین رویش دوباره تیک مارک بزنین و در آخر آپشن آکی را کلیک کنین بیاین و مشکلی که داشتین مشکل شما حل میشه.